بچه‌ها خوش اومدید به این ویدیو. امروز من ویلاکس با یک مهمون بسیار خوب که بهتون گفتم پارت اول که اسمش از نورا سلام کن. آقا سلام و درود، حالتون چطوره؟ خوبی؟ حالتون چطوره؟ بچه‌ها آقا میای یه دقیقه بیا مغازم بچه‌ها. من نورا الان میام، خودت درنت باز میمونه. بچه‌ها ببینین الان خودتون میدونین بچه‌ها، من نورا نبود یه کارایی کردم که خودش ببینه سورپرایز میشه. بریم بچه‌ها. سورپرایز زیاده. الان میایم. بابا این چه جاده درست کردن در من؟ این چه جاده آخه؟ بابا این چه جاده؟ هی میخوام برم بعد دوباره میرم. داداش دیگه چند دیگه بیا. اوه مای گاد، این مغازه توه ریاضی گوشی من نمیبینم. فکر نکنم قایم شدی؟ فکر نکنم بابا نه چی؟ فکر نکنم مغازه تو باشی. مغازه تو نیستی. مغازه من الان خودم مغازه جا درست آقا یاسین بشه من یه حرف بزنم. بله بچه ها دارم میشنوم. خب عزیزان منم شاید یه پیجی بزنم خب توی ایشالله آپارات یا توی یوتیوب، بیشتر توی یوتیوب. خب لطفا حمایت کنید از منم. ببینید من نورا اگه هر روز زدی همش در آب بدی کنه. نورا آره لطفا حمایت کنید. آقا من بچه ها یک با من برم بیرون از طریق نورا بیام. نمیدونم نت ضعیف شده ولی الان بازم میام. بچه ببخشید وسط بازی من اومدم بیرون. الان بهتون نشون میدم. یه سر کن بازم میگم. بچه یه سایه هست میخوام بزنم. من راستشو بخوای من خیلی دوست دارم بلاگر بشم. حالا میدونم که بعضیاتون بلاگرید، بیشترتون بلاگرهای خفن، همه بلاگرهای خفنید و یاسین رو دنبال کنید لطفا. بچه چیزای ویدیو بارت یکی روبلاکس رو گذاشتم صبح بکنم دیگه. ساعت 7-8 صبح دیگه گذاشته بودمش. بعد دیگه ساعت مثلا هم 7-8 لوازم تحریر هم براتون گذاشتم. بریم ببینیم. خیلی ویدیو خیلی خوبیه. نورا کجایی؟ من اومدم تو بازی. آقا داداشم الان میام پیش. غمت نباشه من تا تو ولی بچه ها یه توضیح بدم. نورا اگرم بلاگر نباشه بازیش خیلی تو هر بازی واقعا خدایی من میدونم. مثلا تو هر بازی، تو آمانگاس، تو هر بازی که من میرم مثلا جایی که بغلشم میبینم واقعا خیلی بازیش خوبه. تا الان من بعضی بازی رو نمیدونم. این بازی که من گفتم رو خیلی دوست دارم. چند تا بازی که میخوام بزنم همه اینا رو نورا گفته و واقعا من بهش میگم پروفایل. نورا کجایی؟ اومدی نورا؟ من نگرانم. این مغازه اینجاست. اوه یا مغازه زده. ولی بچه یه حرف میخوام بزنم. خدایی اگه من بلاگرم نباشم بازی خوبه.
اگه خوشتون اومد از این قسمت روبلاکس که براتون گذاشتیم، یعنی یاسین جان گذاشته و لطف کرده بندرم آورده، اگه خوشتون اومد یاسین به من دوباره خبر میده، منم دوباره اگه خوشتون اومد میام دوباره روبلاکس بازی کنیم. بچه بازی روبلاکس بعضی های دیگه بازی ترسناک ازون. آره دیگه. اگه تو کامنت ها برامون بذارید هر بازی که میخوایم براتون. آره بچه چی اومدی تو بازی این آدم رو میبینی خیلی باله، به جایی که من برم اینا چند با همه اینا رو خودش در میکنم. آره بچه یه چیزی بهتون بگم، اگه خوشتون اومد از این قسمت پارتای بعدی بازی ماهی فروشی هم میذاریم دوباره، مگه نه یاسین؟ آره بله یاسین؟ بله، هم بازی های مثلا تو کامنت ها بنویسید ترسناک یا مثلا خنده‌دار یا مثلا بازی های باحال این امروزی های روبلاکس. بچه شاید بچه این ویدیو الان شاید تموم بشه، چند دقیقه دیگه طولانی میشه، ولی بعد از این بازم یه ویدیو دیگه میگیریم که میریم باغ تو بازی. آره بچه این بازی هم خیلی باحاله که یاسین میگه. اولش من بگم بازیش بی‌مزه است و این چیزا، ولی یاسین خداییش خیلی بازی خوبیه. بله خیلی بچه شما ببینید الان بچه این بازی که بچه من پارت یک براتون اسم چند تا واسه که اسمشو ببینید. حالا وقتی میخوایم بچه نورا میام خونه، آها دیدم خونه سان میام. ببین تا من وقتی که من چیز بشه، من پارت 2 که میخوام این ویدیو که قطع شد میخوام برم همون چیزه بازی باغبانی چند ساعت باید میکنم که اسمشو بدونید و مینویسید توی یه دفترچه، میرین تو روبلاکس مینویسه و خیلی خوب و راحت این بچه یاسین دنبال حالا هی میبرسی چرا من میگم بیرون مغازت خدا اینه خب فعلا اینجوشی هم نکردم دیواراتو بیرو ببین، هنوز یه ماهی داری، من 4 تا ماهی تازه گرفتم. کمک نمیخوای؟ نه والا ما کمک نمیخواد. داداش بچه همه داداشا دختر همه خانم آقایان ببین این یوتیوب یعنی این پیج من یک پیج خیلی خاصیه. آقای یه پیجی که مجازات داره، چالش داره، بازی داره، گیم داره. آره ببینید بچه من نظرم اینه که اگه یاسین بخواد میخوایم یه چالشی انجام بدیم. اگه یاسین بخواد یاسین هم میخوای؟ چی؟ بگو ببینم. چالش که من میگم چالشم اینه که یه بازی روبلاکس رقابتی بریم با یاسین. هر کسی که بازه باید یه مجازات انجام بده. مالا مجازاتش هم میگیم دیگه، یا توشترین آب نبات جهان، یا اینکه تندترین سس تند بخور. بعد هم چه بازی هست؟ یا اینکه بگو چه بازی هست بگو. یا اینکه یه سوتی اونش دیگه نمیدونم، اما بازی نورا اصلا بازی پیدا کردی که اونجوری باشه؟ نه دیگه به هر حال برای بچه ها ما همه کاری میکنیم، برای بچه ها پیدا میکنیم. آقا تو چالش میگی داداش یه کاری کنیم، یه دونه بازی مسابقه پیدا کنیم. آقا فهمیدم چه بازی باید انتخاب کنیم، فقط ذهن منو بچه ها. بازی اسکیت بازی روبلاکس. ببین مسابقه میذاریم من و نورا،
هر کی ببره تا مثلا لول 3 ببره داداش مجازات اینا رو میگیم. برو بچه ها خدا نگهدار. الان بچه ها یه رفت و بازار اوکی کنیم. وای بچه خیلی بازی آها اومدی؟ ببین نورا نظرمو شنیدی؟ گوش دادی نظرمو؟ انجام اسکیت بازی میکنیم. بچه خدا نگهدار. الان میریم پارت باغبانی هم میزنیم. خدا حافظ. نورا خدا حافظی کن. آقا نشتیگم برای بچه ها بله خدا حافظ.